یادآوری می‌کنم که پلیس‌ها چندین مرتبه خود زنگ زدم تشریف بیارم زحمت داده اینجا بالا دادم که جلسه‌تان میایید ما ابتدا از مسازه هستم خواهش میکنم که برنامه کاریشان و تعهدشان نسبت به مردم افغانستان و پارلمان بعدی صحبت بکنیم و هرڅه مخکې غواړم د ارمانشاه د نهاد نه او خاص د ښاغلي اجمل ګلزاده نه ډېره مننه وکړم چې زما نه یې بلنه وکړله په پروګرام کې تاسو سره یو څو دقیقې خپلې د زړه خبرې وکړو او یو د بل سره د خپل وطن د راتلونکي په هکله باندې وغږېږو بسیار تشکر میکنم از ګلزاده و تاریخ ما میخوایم اول چیزی که عرف است یک چند دقیقه مختصری صحبت کنیم و امیدوار هستم که فرصت هم برابر شود برای اظهار نظر متقابل بین شما رایدهندگان و ما حداقل کسانی که اراده داریم یا نیت داریم یا توقع داریم حداقل رای شما را به دست بیاریم و عزتی را کسب بکنیم که از اراده شما، از آرزوهای شما، از درد شما در پارلمان افغانستان نمایندگی بکنیم. خب با تاریخ 20 جولای امسال 9 روز قبل در وزارت خارجه افغانستان کنفرانس بین‌المللی کابل دایر شد در مورد افغانستان. ما خودم یکی از ناظرین کنفرانس بودم، در تمام جریانات بحث‌ها و گفتگوهای کنفرانس حضور داشتم، نه به صفت یک اشتراک کننده رسمی، چون کنفرانس مشتمل از هیئت‌های رسمی تقریبا 60 کشور و نهادهای بین‌المللی و ملی افغانستان بود، اما به صفت ناظر در او اشتراک کردم و با باور ما مهمترین موضوعی که کلانترین واقعیتی که از کنفرانس بین‌المللی کابل برای ما ظهور کرد از مباحثات و از جریان کنفرانس کابل این بود که همسایه‌های افغانستان، کشورهای منطقه زیدت در افغانستان و کشورهای دورتر از منطقه که افغانستان در اون قرار دارد، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی خارج از افغانستان وجود دارند، در رابطه با تأمین منافعشان، در رابطه با تأمین ملاحظاتشان، در رابطه با تداوم حضورشان در افغانستان طرح‌ها، استراتژی‌ها و پلان‌های بسیار مفصل و جامع دارند و چیزی که متاسفانه در مورد حکومت افغانستان یا در مورد دولت افغانستان گفتن می‌کنیم، کشوری که در اینجا در مورد سرنوشت صحبت میشه، بحث میشه از طریق کنفرانس بین‌المللی، حکومتش، دولتش طرح و پلان و استراتژی واحد، جامع، مستدلل و مفصل ندارد، اما کشورهایی که در افغانستان داخل هستند، نهادهایی که در افغانستان داخل هستند، آنها طرح و پلان و استراتژی جامع دارند. مهمتر از این کشورهای بیرون از افغانستان، نهادهای بین‌المللی در مورد افغانستان تیم‌های کاری متحد، هم‌نظر، کارا دارند با کفایت و افراد با تعهد. چیزی